سلام، خوش اومد به این ویدیو. من زهرا گیمر هستم و بعدیم که اگه توی بازی لگ یا کرش میکنید ما اینجا با آموزش بدیم که رفعش کنید. به رفع کردنش ما میم ویندوز آر میزنیم، چند تا حرفایی که کلمه‌ای که باید بزنید من براتون توی زیر همین ویدیو میذارم براتون. یکی اینه که وقتی مثلا اول کاری سیستمتون روشن میکنی حتما یه بار حالا دو بار خاصی حتما باید بزنین که ویروسای ویندوزتون پاک بشه که لگ چیز نیافته. حالا چون زدم میدم حتما کلمه‌ای که نیاز هست براتون توی کامنت توی زمین ویدیو میذارم براتون. تا این بیا من بهتون بگم. خب تا این بیاد چند تا گزینه از اون کلمات حتما براتون میذارم. یکیش اینه، یکیش مال مثلا همین کلمه که داخل همین ویدیو براتون میذارم و حتما با ویندوز آر حتما باید بزنید که اونم بهتون میگم. تا این بیاد من نشونتون بدم. صبر میکنیم تا بالا بیاد. خب این سیمده شما اینجوری میکشیم، بعد حالا ای میزنه یا میتونیم موضوع بکشیم بالا و گزینه دیلیت بزن. دیلیت زدیم پاک میشه و دور میام گزینه ویندوز آر رو میزنیم و دوره همون اسلش دو تا دستازش رو برمیداریم که اینجا من براتون میزنم. اینا رو میتونیم پاک کنیم مثل همون قبلیه، میزنیم همه رو میگیرین دیلیت میکنین. دیلیت که کردین صورتی چند برابر میشه و برنامه و ویندوزتون بیشتر مثلا سریعتر بالا میاد. و اگه میدونیم بازم چیزی نشد کلماتش حتما توی زیرم ویدیو میذارم براتون. وقتی اون رو زدین یه لحظه زدین این هم هست. وقتی این دستور رو بزنیم من براتون می نویسم. یه ست باز بشه اون اوکی میکنه. اوکی که زدین گزینه اولی که بزنید سیستم ریستارت میشه، میبینه مشکل سیستمتون چیه. بعد چند دقیقه سیستمتون قبل باشه یکم زودتر بالا میاد. اگه بی مشکل پیش اومده بهتون میگه حتما و رفت شما میتونید به راحتی با افیس خیلی بالا پلی بدید. اگر خواستیم بازم از این ویدیو بذارم براتون حتما این رو ساب کنید، کامنت حتما بذارید. مرسی که تا اینجا بودین تا آخر ویدیو. حتما حمایت کنید. مرسی تا اینجا بودین. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.